نرخ کفایت سرمایه از شاخصهای کلیدی در نظام بانکیه که میزان توانایی یک بانک رو در مقابله با ریسک‌های مالی نشون میده. این معیار بین‌المللی مشخص میکنه که سرمایه بانک برای پوشش زیان‌های احتمالی و ریسک‌های اعتباری کافیه یا نه. در ایران بانک مرکزی نرخ کفایت سرمایه رو به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی سلامت بانک‌ها در نظر گرفته. بر این اساس بانک‌ها موظف به رعایت حداقل نرخ کفایت سرمایه هستند و اگر این نرخ در یک بانک پایین باشه ممکنه با محدودیت‌های اعتباری و نظارتی مواجه بشه. حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک در کمیته بازل 1 و 2 8% تعیین شد و این استاندارد بین‌المللی در کمیته بازل 3 به 10.5% و همراه سپرده‌های احتیاطی افزایش پیدا کرد. استحکام و پایداری مالی بانک‌ها، حفاظت از سرمایه سپرده‌گذاران و افزایش اعتماد عمومی که تنها سرمایه بانک‌هاست، نتیجه رعایت این معیار و استاندارد بین‌المللیه.